خداوند بخشاینده و مهربان، خوش آمدین دوستان گرامی به کانال به سوی بهشت به درس 40 از آموزش‌های قرآن کریم و امروز با هم دیگه سوره القاریه میخوانیم و تمرین میکنیم و همچنان یک نکته به شما دوستان عزیز میگم که من در بخش قرائت هیچ کاری ندارم. من قرائت تدریس نمی کنم، فقط روخانی قرآن شریف و بعضی از نکاتی که در تجوید مهم است به شما عزیزان میگم تا اونایی که هیچ قرآن شریف بلد نیستن بتونن قرآن شریف بخونن و کسانی که علاقمند به قرائت قرآن شریف هستن میتونن در برخی از کانال های دیگه دنبال کنن و یاد بگیرن. حالا با هم دیگه سوره القاریه میخوانیم و تمرین میکنیم. چنانچه در درس‌های قبلی من تمام حروف میگفتم که دارای چه حرکتی است. مثلا میگفتم الف ما دارای فتحه است، لام ما دارای سکون است، اینها با هم وصل میشن. اما حالا درس‌های ما یکم پیش رفته دیگه اون نکات نمیگم، فقط نکات میگم که خیلی مهم بود و در درس‌های گذشته به شما عزیزان گفتم. حالا در این قسمت من قصد دارم حروف پرحجم به شما نشان بدم، حروف مدی یک یادآوری بکنم. دیگه درس گذشته ما احکام نون ساکن و تنوین خواندیم و آنها اگر برخی از موارد در این سوره به کار رفته بود به شما عزیزان میگم. و همچنان در قسمت علائم وقف هم دوباره اینا رو تکرار میکنیم تا همه به صورت دستبندی در یک سوره بخوانیم و ادا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العظیم. خب عزیزان در قسمت قاف داشتیم. قاف ما از جمله حروف پرحجم است. حروف پرحجم ما در درس‌های قبلی به شما گفتم خ، ر، صاد، داد، تا، زا، قین، قاف اینها هستند. در قسمت قاف ما به کار رفته، پس ما قاف وقت خواسته باشیم بعدش الف داریم بخوانیم نمیگیم القه، میگیم القارعه به خاطر که پرحجم ادا میشه. القارعه. در قسمت ما لام الف لا داریم که وقف ممنوع است، یعنی ما باید وقف نکنیم و آیه ها رو با هم وصل کنیم. پس ما میخوانیم القارعه ما القارعه. در قسمت در وقف ها خواندیم ت گرد به ه گرد تبدیل میشه به خاطری که میخوایم وقف کنیم و جیم از جمله علائم وقف بود که هم میتونیم وصل کنیم و هم میتونیم وقف کنیم، هر دو جایز است. پس ما در قسمت که لام الف لا وقف ممنوع بود وقف نکردیم و تی خود کامل خواندیم و در قسمت وقت جیم وقف جایز بود تی گرد خور به هی گرد تبدیل کردیم و وقف کردیم. القارعة ما القارعة و ما. حالا در قسمت میم ما از جمله حروف کم حجم بود. 8 حرفی که قبلا نام بردم که از جمله قاف هم وجود داشت آنها پر حجم بودن و اگر یاد شما رفته میتونین درسای قبلی تکرار کنین تا بیشتر متوجه بشین. و حالا در قسمت ما گفتم ما به خاطری که میم ما از جمله حروف سبک بود و ما. در قسمت ملقا. در قسمت ما. حالا امیدوارم تفاوت آنها رو فهمیده باشین. در قسمت آمده مد. مد هم به اندازه 2 ثانیه باید بکشیم. و ما ادراک. در قسمت ما روی یک الف کوچک قرار گرفته، به اندازه 1 ثانیه باید بکشیم، یعنی 2 برابر حرکت فتحه. و ما ادراک ما القارعه. در قسمت تای ما وقف مطلق است، یعنی
مطلب ما تمام شده در این قسمت. خوب است که وقف کنیم. ته گرد ما به هی گرد تبدیل شد. یوم یکون الناس. در این قسمت و ما حروف مدی گفتم در این درس یادآوری میکنم. هرگاه قبل از الف ساکن فتحه بیایه، قبل از و ساکن ضمه بیایه و قبل از یا ساکن کسره بیایه، اینها حروف مدی هستند. یعنی یکم میکشیم نه زیاد. ولی در قسمت و ساکن داریم ولی قبلش فتحه آمده ای و مدی گفته نمیشه. ای و مدی گفته میشه که قبلش ضمه داریم. یوم یکون الناس کالفراش. در قسمت ر ما از جمله حروف پرحجم است. یعنی ر خود وقتی قبل الف آمده رو به طرف بالا میکشیم، یکم حجم میدیم. کالفراشل، چون شیما به لام وصل میشه، مبسوس. در قسمت باز و مدی داریم که قبلش چون قبل و ساکن ضمه آمده و مدی گفته میشه. در قسمت میتونیم که وقف کنیم و همچنان خود آیه به معنای اینه که آیه ما تمام شده. اگر نفس ما نرسید میتونیم وقف کنیم و یا دوباره یک کلمه از عقب بخوانیم. مبسوسه و یا میخوانیم یوم یکون الناس کالفراش المبسوس. در قسمت ما فعلا وقف کردم. و تکون الجبال کالعهن المنفوش. در قسمت باز و مدی آمد یکم کشیدیم و بعدش به ما از جمله حروف سبک است. ما گفتیم جبالو نگفتیم جبالو، چون به ما حرف سبک است. در قسمت احکام نون ساکن و تنوین باید یادآوری کنیم که در درس گذشته خواندیم. در درس 39 هرگاه بعد از نون ساکن حروفی بود که نام می بردیم یا بعد از تنوین بعد از حروف می آمدن مشخص بود، یا اخفا می شد یا ادغام یا اظهار یا اقلاب. حالا بعد از نون ساکن ما فی آمده. فی از جمله 15 حرف حروف اخفا بود، به این معنی که اخفا به معنای پوشیدن یا مخفی کردن حرف میگن. نون ساکن خود ما یکم مخفی میکنیم. حالا میخوانم و تکون الجبال کالعهن المنفوش. نون ما یکم مخفی شد. در قسمت هم که وقف مطلق داریم. فاما فی و میم ما هر دو تا از جمله حروف کم حجم هستن. فاما من ثقلت موازینه. در قسمت با نون ساکن دیدیم که بعدش سی آمده. سی از جمله حروف اخفا بود. در قسمت پس ما نون ساکن خود یکم مخفی میکنیم. من ثقلت موازینه. ما میتونیم در قسمت وقف نکنیم چون لام الف لا وقف ممنوع است. ادامه میدیم به خواندن. فهو فی. حالا در قسمت قبل از یای ساکن کسره داریم. در قسمت یای مدی گفته میشه و همچنان در قسمت چون یای ما ساکنه و قبلش کسره داریم. میخوانیم فهو فی عیشت راضیه. در قسمت باز ر ما از جمله حروف پرحجم بود، نگفتیم ر، گفتیم را. راضیه. و اما من خفت موازینه. چی شد؟ در قسمت بعد از نون ساکن ما خی از جمله حروف اخفا بود، پس ما نون یکم مخفی کردیم. و اما من خفت موازینه فامه هاویه. در قسمت دو چشم ما باز هم از جمله حروف سبک بود، خوندیم هاویه نگفتیم هاویه. هاویه. ته گردمان به هی گرد تبدیل شد و از حرکت افتاد. و ما ادراک ما هیه نارون. بعد از تنوین ضمه هی داریم. ما احکام نون ساکن و تنوین در درس گذشته یک جا خواندیم. حالا بعد از تنوین ضمه هی داریم. هی از جمله 6 حرف حروف اظهار بود، پس ما اظهار به معنی ظاهر خواندن، یعنی ر خود کامل ظاهر میخوانیم، هیچ تغییری نمیکنه. نارون
حامیه. در قسمت که اخفا داشتیم نون خود یکم مخفی کردیم، ولی در قسمت که تنوین ضمه داشتیم هی ما از جمله حروف اظهار بود ظاهر کردیم. اگر بعد از تنوین ضمه یا تنوین فتحه یا تنوین کسره از جمله حروف اخفا می آمد ری خود یکم مخفی می کردیم، حالا که هی آمد واضح خواندیم. خب دوستان امیدوارم که از این درسم بهره خوب برده باشین و متوجه شده باشین. یک بار دیگر میخوانم و درس خاتمه میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامیه. صدق الله العظیم. خب دوستان تا درس بعدی شما را عزیزانه به خدای پاک و بی‌امتا می‌سپارم. خدا نگهدار.